به خانه یک کسی دوست آمده بوده. صبح که میشه که موترش نیست در یاولیش دویدن میبره کلانتر محل پیدا میکنه موتر خود میپاله موتر خود میپاله و بسیار تا چاش تا که میپاله نمیافته موترش بسیار مانده و زله میشه و ناامید میشه میگه خانه که موترش در گاراژ پس ایستاده سو و بسیار سترا و منظم پاک کرده ماندگی است میبینه سرش پیش میکنه داخل موترش یک کارتون هم است و یک تا پاکت نامه هم است کارتون آواز میکنه که شیرینی است نامه را آواز میکنه که در نامه نوشته است که ما با معذرت که موتر بردیم بدون پرسان به خاطر که خانم ما طفل به دنیا میاد ما دیگه چاره نداشتم در شب موتر شما رو به پرسان بردم تشکر خیر بینید موتر پاس آوردم براتون دادم و یک بلیت یکی از فیلم‌های مشهور می زمانم براتون آوردم که شب بخیر فیلم با خوبی و خوشی سعی کنین همراه فامیلی کنین این بسیار به ما احساساتی هم میشه و اشکال چی بیشتر میخوره میگه چی یک آدمی مهربانه که موتر ما رو هم شسته آورد شیرینی هم برای ما آورد خانه دویدن میره اولادش میگه که کلتون تیار باشین شب سینما میرن اونا غافلگیر میشن که پدرشون دامشون اینا سینما نبرده چطور سینما میبرن شب که میشه کل اینا میرن سینما فیلم سعی میکنن حتما تا 12 به شب میشه دیگه فیلم طولانی میباشه طبعا وقتی که خانه میان که در خانه هیچ چیزی نیست کلش برده دوست و باز یک پاکت در یک خانه ماندگی است که نامه را گواز میکنه که با نوشته است که چطور بود فیلم خوشتون آمد؟ حتی که